سلام و هفته نوتان بخیر باشد بیننده عزیز. برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان از رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. من مولا رجب یوسفی دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. امروز 5 ایول است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرهای روز: خوشدامان پرزیدنت امامعلی رحمان گرفتاری کرونا ویروس شده است. باز 94 سرباز دیگری افغانستان به تاجیکستان عقب نشینی کردند. و اگر امکان سوال دادن داشته باشید از رئیس جمهور چی میپرسید؟ شرح بیشتر خبرها: ازبکبی اسدالله و خوشدامان امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با نشانه‌های گرفتاری به کرونا ویروس در پژوهشگاه گاستروانترولوژیا معروف به کلینیک منصوروف بستری شده است. این زن 88 ساله که مادر عزیز ما اسدالله و همسر امامعلی رحمان و حسن اسدالله زاده رئیس اوریان بانک است 5 روز باز زیر نظارت پزشکان قرار دارد. مقامات خبری گرفتاری او به کرونا ویروس را شرح ندادند، ولی یک پزشک پژوهشگاه گاستروانترولوژیا با شرط ذکر نشدن نامش گفت ازبکبی اسدالله و با کرونا ویروس سرایت یافته است و زیر دستگاه نفسدهی قرار دارد. ازبکبی اسدالله و ساکن ناحیه جلال الدین بلخی است. در حکومت این ناحیه و همسایگانش خبر بیماری او را تصدیق کردند. فرزندان این زن در حکومت تاجیکستان از نفوذ زیاد برخوردارند. دختر بزرگی و عزیز ما اسدالله و همسر امامعلی رحمان است که به گفته منابع آگاه در تصمیم گیری های کادری نقش دارد. حسن اسدالله زاده پسر او بانک اوریان بانک، شرکت هواپیمای سامان ایر و ده‌ها کارخانه‌های خرد و بزرگ را رهبری می‌کند. فرزندان دیگری او امان‌الله اسدالله که در شرکت برق تاجیک مسئولیت بلند داشت حالا رهبری شرکت سامانسوخت است و امیرالله اسدالله رئیس شهر باختر بود. پیوندان دیگری او به تجارت مشغولند و از نفوذ ویژه برخوردارند. سرایت مادر بانوی اول تاجیکستان در حالی است که مقامات و ساکنان از افزایش پنجشنبه کرونا ویروس در کشور خبر می‌دهند. مقامات تاجیک از ماه ینور تا آخر ماه ایون پایفشاری داشتند که در کشور گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده است. روز 21 ستاد مقابله با کرونا ویروس تصدیق کرد که در کشور ساکنان به کووید 19 سرایت یافتند. در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری از فوت ساکنان گرفتار به کووید 19 خبرها نشر می‌شود. تنها روز 3 ایول وزارت تندرستی مرگ 2 نفر را به کووید 19 تصدیق کرد. به گفته مقامات از آغاز پاندمی بیش از 13000 کس در کشور به کرونا ویروس گرفتار شدند و 93 نفر فوت دیدند. آماری که ساکنان به آن شبهه دارند. تنها در یک هفته اخیر 3 نفر از جمله هنرمند شناخته عبیدالله رجبوف از کرونا ویروس درگذشتند. فرزان مامورов پسر شاعر شناخته سیدعلی مامور هم روز جمعه در منزلش درگذشت و برخی همکارانش گفتند او گرفتاری کووید 19 بود. شب گذشته گنرال سیدامیر رازقزاده سابق معاون وزیر دفاع هم در بیمارخانه سرایتی دوشنبه درگذشت. مقامات تاجیک از عقب نشینی 94 نظامی افغان به خاک تاجیکستان خبر دادند. کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در اظهارات گفته است که نظامیان شام 4 ایول طریق موضع شاهان ناحیه شمس‌الدین شاهین وارد خاک تاجیکستان شدند. این ناحیه در روبروی ناحیه خواهان بدخشان افغانستان جایگیر است و آن را یک پل بزرگ با تاجیکستان می‌پیوندد. ساعت 18 روز 4 ایول سال 2021 گروه مسلح حرکت طالبان ولوسوالی خواهان ولایت بدخشان جمهوری اسلامی افغانستان را بدون عملیات جنگی اشغال نمودند. گفته شده است در اظهارات کمیته دولتی امنیت ملی در یک ماه اخیر این بار چهارم است که نظامیان افغان به خاک تاجیکستان عقب نشینی میکنند که تعداد آنها در عموم به بیش از 545 نفر رسیده است. روز 3 ایول نیز از طریق ناحیه شمس‌الدین شاهین بیش از 300 نظامی افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. مقامات تاجیک میگن با ظاهر کردن حسن بشردوستی و مناسبت نیک همسایه‌داری با نظامیان نیروهای دولتی افغانستان اجازه ورود دادند. در اظهارات اخیر قشون‌های مرزبانی گفته می شود که در پی درگیری‌ها احتمال عقب نشینی نظامیان دیگر افغان نیز وجود دارد. وضع در مرز با افغانستان نگران کننده خوانده می شود. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با محمد اشرف غنی پرزیدنت افغانستان روز 4 ایول درباره عقب نشینی نظامیان افغان به خاک تاجیکستان صحبت کرده است. او در صحبت تلفنی با همتای افغان خود وضع در کشور همسایه را تشویش‌آور خوانده است. امامعلی رحمان گفته است که تاجیکستان به امور داخلی افغانستان دخالت نمی‌کند و از تلاش‌های صلح در این کشور پشتیبانی می‌کند. طالبان در 2 ماه اخیر جنگ‌ها را بیشتر کردند و چندین ناحیه در مرز با تاجیکستان را تصرف نمودند. گروه طالبان ادعا دارد که 143 ولوسوالی یا ناحیه را در چند ماه اخیر تصرف کرده است، اما وزارت امور داخلی افغانستان این را رد می‌کند.
هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک برنامه آنلاینی به شهروندان به 1000 سوال آنها پاسخ داد. سوال جواب پوتین به مردم تقریبا هر سال برگزار می شود، هرچند برخی ها باور دارند که نه همه شهروندان روسیه می توانند سوال های خود را به پرزیدنت آن کشور رسانند. همکارم نگاره فضل‌الدین در کوچه های دوشنبه از ساکنان پرسید که اگر امکان سوال و جواب با رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان را داشته باشند از پرزیدنت چی میپرسند؟ همین علمای جوان دستگیری میکردن، هم شادی میکردن. همین نشد بلیت طرف فدراسیون روسیه پرواز کردن. روزی کانتر پرابلم هم شده که تو قیمت شده 9000 10000. همین میخواستم که فهمم چی گپ میشه ده ارزونی هست، همین اگه بهبودی هست یا نیست. پولی کالان میتیم بلیت میگیرم، همین ما در از خدا کالان میشه، همین هم پیشگیری کنم و خیلی خوشبختیمون باز زیادتر میشه. یه دا توزنیم شد من میخواستم که همین مهاجران خودم با لام سبکی کنند، پیرگوار سپوتینم سبکی کنند که همین مهاجرای در مهاجرات بودگی آدمو مثال هم پتنت خطب کمتر سبک کنند. مثلا همین کسال به همین شهروندها و یاری عملی خودشون رسونن که همین شهروندها 3 سال مونن، شهروندهای تاجیکستان. همین مردم کمبوزات همه وقت دستگیری کنن، همین که خواهش دارند. در تاجیکستان ورزشگران خیلی زیاد هستند ولی دستگیری کم است. همین مسئله رو میدیدن خوب میشد. در خود کوچه هم در پدزم هم به حد بسیار شده کم بغلا همین رو کمتر دستگیری میکردن. سوالات زیاد است. ما اگر رنگ ما پوتین با پرزیدنت پدری عزیز ما واخری کنیم، سوالات ما به حد بسیاره. برای زندگی بچم، برای نرخ نوا، همه آدم کلان سال بچم، برای پنسیمون ما زیاد گپا. یک بار ما قدیم واخری کنیم، ما هم سخنا رو گپ میزنیم بچم. و در روسیه در یک شبانه روز اخیر 663 نفر از کرونا ویروس فوتیده است و بیش از 25000 نفر دیگر به آن سرایت یافتند. آمار مرگ و گرفتاری را بلندترین در چند ماه اخیر می‌دانند. مقامات روس گفتند که از ابتدای پاندمی 137925 نفر از این ویروس جان باختند. بیشتر شدن گرفتاری و مرگ از کووید 19 در حالی است که در اکثر شهرنوهای روسیه واکسینگیری ساکنان را حتمی کردند. به گفته مقامات روسیه تاکنون 23 میلیون نفر در روسیه واکسینه ضد کووید 19 گرفتند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 5 ایول را فرا میگیرد. 5 ایول سال 2012 دادگاه عالی تاجیکستان جورابک اوخونوف رئیس پیشین شرکت ساختمانی ماوراءالنهر را به 14 سال زندان محکوم کرد. او را در پیشبرد صاحبکاری غیر قانونی و مال خود کردن مبلغ‌های مشتریان گناهکار دانستند، ولی خود او با این اتهام راضی نبود. حکم اوخونوف 10 مشتریان انتظار خانه را بی پول و بی منزل گذاشت. 5 ایول سال 2012 روشن صابیروف وزیر تاجیک تبار رشد اجتماعی قرقیزستان با گمان طمع‌جویی بازداشت و 2 سال را در زندان سپری کرد. خود صابیروف که همچون رئیس جمعیت تاجیکان قرقیزستان هم معروف بود، حبس خود را دارای انگیزه‌های سیاسی نامیده است. پایان سال 2020 صابیروف معاون نخست وزیر قرقیزستان شد. 5 ایول سال 2004 پیشوای اسماعیلی‌های جهان شاهکریم الحسینی آقاخانی 4 در سفر 4 روزه‌اش به تاجیکستان به کار نخستین بانک سرمایه‌گذاری خرد در دوشنبه و ساختمان بینای دانشگاه آسیای مرکزی در خاروق آغاز بخشید. بنیاد آقاخان یک همکاری دیرینه حکومت تاجیکستان است. در این کشور ده‌ها هزار پیرو مذهب اسماعیلی زندگی می‌کنند. بانک ملی تاجیکستان ارزش ساماندهی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 5 ایول چنین اعلان کرده است. بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود تقدیم از رادیوی آزادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. خود را احتیاط نمایید. خدا نگهدار.